دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت برای پایان دادن به جنگ هم اوکراین و هم روسیه باید از بحر بخش‌های از قلمروهای این کشور بگذرند. تبادل قلمروها می شود. من این را از گفتگوها با جانب روسیه و شخصان دیگر می دانم. به نفع اوکراین و برای خوبی اوکراین، چیزهای خوب نه بد و بعضی چیزهای بد برای هر دو. صحبت ترامپ در این باره چند روز پیش از دیدارش با ولادیمیر پوتین است که به زودی در آلیاسکا برگزار می شود. رهبران کشورهای اروپایی و رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی قصد دارند پیش از گفتگوی ترامپ با پوتین با او صحبت داشته باشند، چون می ترسند که آمریکا می تواند شرطهای نامناسبی را برای صلح از اوکراین طلب کند. زلنسکی روز دوشنبه گفت هر گونه گذشت به روسیه آن را مایل به قطع جنگ نمی کند. و در مراجعه ویدیویی شبانه گفت هیچ علامتی نیست که روسیه آماده قطع جنگ در اوکراین است. به قول زلنسکی روسیه نیروهایش را طوری جابجا می کند که آماده عملیات نو است و کسی که برای صلح آماده می شود چون این کاری نمی کند. اگرچه زلنسکی در نشست آلیاسکا حضور نخواهد داشت، ولی ترامپ اظهار داشت که نتیجه های گفتگو را زود به او می رساند و درباره دیدارهای آینده اظهار خوشبینی کرد. نشست آینده با زلنسکی و پوتین و یا زلنسکی پوتین و من می شود. اگر ضرور شد من خواهم بود، ولی می خواهم که ملاقات بین دو رهبر تشکیل شود. ولادیمیر پوتین در روزهای گذشته با رهبران چین و هند و برزیل و 3 کشور شوروی سابق از جمله امام علی رحمان تلفنی گفتگو کرده و درباره تماسها با آمریکا خبر داده است. انتظار می رود که رهبران کشورهای اروپایی روز چهارشنبه جمع آمده قبل از گفتگوهایشان با ترامپ درباره فشار بر روسیه صحبت کنند. حکومت ترامپ پیشنهادهای تبادل قلمروها و یا شرط برای سازش آتشبس با روسیه را آشکار نکردند.